چی پر میکنی دادر جان؟ خاکستر؟ برای چی اینجا رو توزه میکنید؟ با سنگ میچنه. چند سال شد اینجا کار میکنی؟ 2 روز شد. چند سامان میگیری؟ نفهمیدم. چند سال میکنی صاحب خاندان بتا؟ در گذشته در کجا کار میکردی؟ کار نمیکنی. آزی کانیکولا کار کیسه یا؟ چند سال شده خمدان کار میکنی؟ 7 سال زیادتر. یعنی که تجربه خوبی آهک پزی داری؟ خوبه نه خیلی تشکر. در نزد شما بچه های خیلی خورده دیدم که میگفتید آموده میکنید برای آهک پزی، همینطور است؟ شاگردم تیار میکنید. برای چی بچه ها را آموده میکنید برای آهک پزی؟ برای که شهر شده بسیاری گودکو با اینسو چی دوزی دست میزند شده دست میزند گودکو رو ما خیلیش نمیکنیم ما اینسو میریم بعد دست چو مکتب نیستن میریم شونا تشکر. فیضل جان ببینم که در رو پروی آفتاب و هوای خیلی گرمی ختلان که به همه معلوم است و این آتش خیلی بلندی خمدان ها، این گرمی را چگونه طاقت میکنید؟ گرمی خیلی گروز میشه شاخه گروز میشه گرم اینجا گاز که هر گرم شد آبوز میکنیم بود کار دارم. یعنی که هر لحظه هم میتونید آبازی میکنید و کار ادامه میدید برای کار.